سلام، به چنل ما خوش اومدید. اولین ویدیوی ما چه ویدیویی؟ صحنه‌های مثبت 18 داخل کارتون هایی که تو بچگی دیدیم و متوجهش نشدیم. بریم با هم ببینیم. اولین انیمیشن تام و جری، انیمیشنی که از بچگی دیدیم. طبق معمول هم تام و جری دارن دعوا میکنن. تام یه دونه اتو میذاره رو دم جری و ادامه ویدیو. اگه با دیدن این ویدیو برای جری دلتون سوخت، بذار بهت بگم خیالت راحت کن، در انتهای ویدیو جری انتقامش از تام میگیره. بریم انیمیشن بعدی. انیمیشن مایا و زنبور عسل. این انیمیشن طرفداری دخترش به نسبت پسرها خیلی بیشتره. بابت همین داخل این انیمیشن یک سری کدهای مخفی گذاشته شده بود که بعد رو شدنش نتفلیکس رسما عذرخواهی کرد. یک بار ببینیم متوجه نمیشیم. مطمئنم بار اول متوجه نشدید. برای همین من این قسمت رو علامت زدم تا بهتون نشون بدم. واقعا چرا همچین مسائلی باید داخل انیمیشنی که واسه دختر بچه‌ها داره پخش میشه گذاشته بشه؟ قطعا اینا روی زمین ناخودآگاهشون دارن کار میکنن، اما چرا؟ و اما انیمیشن محبوب باب اسفنجی. توی باب اسفنجی یک صحنه پیش میاد که برای پسرها خیلی آشناست. معمولا خیلی تجربهش کردن. بریم با هم ببینیم. اینطور که به نظر میرسه باب اسفنجی داره آمادگی لازم رو به پسرها میده. اگه یه روزی داخل اتاق یه ویدیویی داشتن نگاه میکردن، یهو در باز شد، بابا اومد تو، بتونن شبکه رو عوض کنن. بریم تو کامنت ها بگو آیا همچین اتفاقی واسط پیش اومده؟ یک صحنه دیگه در تام و جری. تام معمولا علاقه به خوندن مجله داره، اما توی نسخه سانسور شدهش مشخص نیست مجله چیه. من نسخه اصلیش آوردم، خودتون دقت کنین. یک گربه برهنه که روی اون مجله کشیده شد. پس این مجله ویژه بزرگسالانه و دقیقا همون مجله جنسیه. یک صحنه دیگه در تام و جری. و اما گل این ویدیو انیمیشن خوش قدم. این انیمیشن خیلی قدیمیه. اون زمانی که ما میدیدیم CD شو باید تهیه میکرد. توی این انیمیشن یه اتفاقی میفته که همین الان شما ببینین چند تا پوزیشن جدید جنسی هم ازش یاد میگیریم. بریم با هم ببینیم. I'm sorry. یک سوال اصلی: چرا همچین مواردی تأثیر مستقیم روی ناخودآگاه کودکان داره توی انیمیشن ها قرار میگیره؟ آیا دلیلش اینه که مثلا مخاطبهای بزرگسال داره یا نه اینا هدف دارن برای آینده این کودک؟ اگه نظری دارین حتما کامنت کنید. و در پایان اگه خوشتون اومد لایک، ساب یا کامنت برای حمایتمون ممنون میشم. این اولین ویدیومون بود. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارین حتما واسمون کامنت کنید که برای پیشرفتمون تلاش بیشتری داشته باشیم. ممنونم.